عزیزی دور بنامت کبوترانه درود، زیبامی نقروری صبح صد ترانه درود. السلام علیکم بیننده عزیزی ما، السلام علیکم نفرانی که همراهی ما هستند. رحمت برای شما که با ما هستید. من امروز ما آمدیم به سراغ نوبتی به آدرس نوبتی تبریکات از نام نیلوفر آیتی که در شهر خارج هستند برای تبریک کردن مادر مهربان در جشن مولود خجستشان تبریک میگیم. با ما باشید. السلام علیکم مادران عزیزی ما، السلام علیکم زنهای زیبای آهلیک زمین. زیباییاتون با سلامتیاتون با چشم نرسد الهی. زیبایانم خیلی بزمهای زیبا شوید. حاضر ما را وظیفه‌دار کردن از یک بزم زیبای خاندان آمدیم. امروز روزی خرسندی بوده است. امروز روزی خاندان‌های نیک بوده است. حاضر از خانواده ابوسمک آمدیم. تا آمدن من گفتم که امروز مادر مهربان، مادر غمخوار و مونیس، مادر عزیز رخساره خاله امروز جشن زادروزی داشتیم. رخساره خاله السلام علیکم. امروز ما در این روز خرسندیتون خواستیم شما تبریک کنیم. البته از نام دخترک نازنینتان که در شهر خارج هستند، از نام نیلوفر آیتی، از نام فرزندان، از نام نبیره ها، از نام همسینفم گلنازبانان شما را تبریک میکنم. البته مادر مهربان خواهر نازنین نیلوفر آیتی رساندن که من چند سالها باز به شهرهای مسافری رفته می بیایم. برای مادرم، برای مادر عروسم رحمت رسانید، تشکر رسانید که آنها هستند در سری ما. آنها نباشند نمیدونیم احوال ما چی میشد. من فرزندای ما را نگاه بین کردن، با یک مهربانی خود به وای رساندن. چقدر که ما را همچون گوهرکان چشم به وای رساندن، انا همین دخترکان نازنین ما را برای راست، پخت و پس، خرسندی را، تمامی آن چیزهای زنانه را آموزاندند. رحمت برای مادرمان. هر وقتی که ما در شهر خارجه باشیم هم یک طعام ملی را خوریم، اگر از آن طعام ها فقط لذت آن طعام مادرمان را میکوبیم. یک نوازش های مهربانی، سرود های تاجیکا را شنویم، اگر الله های مادرمان به خاطرم میآید. البته برای مادرم رسانید که امروز روزی خرسندیشان است. یک تا شعر زیبا را از نام من برای مادر مهربانم رسانید. زندگی را داده معنا اللهایت مادرم، زندگی را داده معنا اللهایت مادرم، هم نوازش های گرم و بهایت مادرم. از فرح لبریز میگردم زی سر تا پای خود، هر گهی که بشنوم حرف و صدایت مادرم. چشمه مهر و وفا و گنج دنیای منی، هستی من جانی من بادا فدایت مادرم. با دعای نیکی تو من سبز میگردم مدام، رهنمایی من بود دستی دعایت مادرم. مادر مهربان زادروزتان مبارک باشد. البته از نام نیلوفر آیتی برای شما میگیم زندگی را دوست دارم از برای مادرم، از برای آن که مادرم هست بالای سرم. ای خدای مهربان تو نگه دار مادرم، من ببینم درد و غم لیک نبیند مادرم. اگر در وقت خوردی غم داده باشیم، یگان خطایی کرده باشیم، امروز عذر میپرسیم. مادرم میخواستیم که در دور پاندمی ما به قدرش رسیدیم که فقط برای انسانیت سلامتی بوده است. میخواستم مادرم عمری دراز بینن، دولت پیری را بینن، ساق سلامت در سر من دعاگوی شده کردن. برای من بخت و تخت و دولتی بی‌بهاست. البته رحمت میگیم برای مادرم تا هستی حیات در خدمتان میشویم. امروز ببینیم که دخترکان نازنین نبیره های شیرین از زندگیش هم مغز شیرین میمیان. در اینجا یک سورپرایز کلام بود آماده کردیم می کنه، یک تا تلواره زیبا برای آنجان عزیزشان تیار کرده بودن. البته یک تا خرسک میزنیم میسپارن. زادروز مبارک باشد میگیم. مرحبا مرحبا مبارک باشد. مبارک باشد. سرخال زادروز مبارک باشد. مادرم باشد.
امروز من دستگاه زیبا در دست نبره خوردی حتی شرکت اول تبریک میکنیم آنا جانش اعضای خود اعضای مادر جانشان سخت اکت آغوش میکنیم بوسه میگیریم بعد توفه ها رو میسپاریم کنی یا شما نزدیک رسیم کنی بیا نتیب من داشته میستم شما تبریک کنید السلام علیکم مهمانان عزیز خوش آمدید به درگاه ما آنا جانم صد بدرایت 100 ساله شود من کلان کدگیشان به رحمت صد بدره آنا جان ای رحمت سلامت باشن زادروزتان مبارک باشن کنی نبرها تبریک میکنیم یک تا مرحبت السلام علیکم مهمانان گرامی خوش آمدید به درگاه بیجان من الهی مانا جانم صد بدرایت ماهانم که کلون قدر رحمت کلون آنا جان الهی 100 ساله شوه حضوری نوراتونم بینه الهیم بیجانم بیان تذکر السلام علیکم مهمانان عزیز من این روز زادروز بیرام الهیم همین حضوری نوارای دیده عین پیری با لامه کن که خوشم پیر شود زندگی را دوست دارم از برای مادرم از برای آن که مادر هست بالای سرم ای خدای مهربان نگه دار مادرم من ببینم در دوغم لک نبیند مادرم گر بگیری دست مادر درد و غم دورتر شود گر بدانی قدر مادر خاک گیری و زر شود السلام علیکم مهمانان عزیز خوش آمده آنا جان شما به رحمت همین که کلون کده وایب رسونده کار یاد داده تربیای نفس داده همون رحمت الهی بابام که شاید پیر شوه 100 ساله شوه حضور ماها نبینه حضور ایوره چهوره هم بینه الهی هیچ وقت غمام نبینه آنا فقط روزای نزدام نبینه رحمت شما با السلام علیکم مهمانان گرامی خوش آمده خونی بیجان در جان من الهی مانا 100 ساله شوم رحمتی کلون مانا تربیه کده گیاشون با الهی 100 ساله شوه رحمت سلامت باشند مهمانان عزیز یک شاعر بسیار هم زیبا فرموده بود است که ما در هر جای ها میخوانیم اگر از غشت طلا قصر سازی و یا مالی جهان یابی ببازی براکت ای فرزند تو هرگز نیابی اگر مادر نباشد از تو راضی امروز مادر عزیز راضی هستند که من فرزندان هر یکی آنها صاحب عائله و صاحب بخت و صاحب فرزند هستند خوشبخت هستند از تربیت های خودشان حاضر از کلان سالان از مادران یک تک سخن‌های نکشون رو میشنویم سارانه سر میکنیم کلاسیکومی این شب نشینی یک تک شرکت تبریک میکنیم مرحبا رحمت شما با همین تشکیل کرده مدگاتو ما رحمت زنجان صد ساله شد کرد حضوری بچه ها تا گلچه شد شد نگرد کنی دارد بر رحمت شما ده هم یکاتون درگاهی بچه من با درجه خدا مسئول خدا پشت پیشم اکرم کردی چی نیت به نیت کاش برسه بچه کوی کلام کرد بزرگ کاش نبینه الهی مکرد بچه کم کلی منم ساخت سلامت بیای بچه کم کده پشت پیشته حول یک پر کده گرده الهی چند سال بازم من کلی من برم درد که بچه که من یک خدا که بودوخ شکشه اینجا و بیاد اکو بچه که من بغلش پر کنه چی بلا بودی کلی زمان شد کلون بیای اکو بس مسافری بگشتن بیای الهی یافتگاتان فقط روزکوی همین خیلی بود دست خونه مراد برسنه هم لیکتون ساخت سلامت باشه چی نیت باشه نیت کدوم مرز رحمت هم یک کدوم رحمت رحمت وای کس دوام کنم یک تا تبریک کنیم السلام علیکم مهمانان گرامی خوش آمدید به درگاهی جیانم نلفرا من به خواهر عزیزم عمری دراز سینه سلامتی الهی صد بدرایت جان نلفر رحمت به تو این کارهای تشکیل کردید با الهیم خواهرم
با پاچام خوش پیر شوم پیری به دولت شوم جان خواهرکم دل جان خواهرکم صندوقچه زیب زرگران خواهرکم رحمت سلامت باشن این میکروفون ما خیلی نبود نو کردیم که گریه ندارم گفته با همه کلیکش سر کرده استی در روز خرسندی اشکی شادی رو میبینیم در اینجا در آمد پدرها بودن بر مردان ما یک تا تکلیف میکنیم یک تا شرکت تبریک میکنن می کاری پدر جان های تا نزدیکتر بیاییم بابا جان های عزیز را تکلیف میکردیم یک تا شرکت تبریک کنن مرحبا مرحبا لقمانامک شما را تکلیف میکنیم مرحبا فرزانایتی از نام خود از نام خدا رحمت کند که از خالجان مهربان ما خواهر نازنینشان بسیار هم انسانی خاکسار بودند ما که از خوردی میشناسیم همچون یک خواهران نازنین خواهران خیلی به هم نزدیک رشته های قلب آنها با هم پیوست بود خدا رحمت کند یک زنی عاقله بودند یادشان بخیر باشد گلشان پر نور باشد از نام خود از نام شادروان مادر مهربان خالجان عزیز را تبریک میگم کنی آنشان با قوت دلی شده استیم مرحبا السلام علیکم مهمانان عزیز خوش آمده به درگاه آیت جان نیلوفر نه امروز زاد روز خاله جانم الهی خاله یکم صد بدرویم سر مامان با سوق سلامت کردن الهی خاله جان 100 ساله شده خاله جان تبریک میکنم Raja semua berbahagia. Raja semua bersama bangsa sebesar agar apabila sesuatu maka sakta dan sejahtera اشتازی آشی پرام میکنن مرحمت نکه تبریک کنیم مرحمت بسم الله الرحمن الرحیم دل ببردار بیام خیلی امروز روز خرسندی میکروفون علیش میکنه دیره در آنجای من نگو بایلش من خواهرشی بینی من نگو شست و پنج درام دینه نه صدفای oyna beni. Eşi belgu Rama. Iloim na binta ki nevarai evarondi. Kudomuri darosyeta. Peşi bel istedim. Pişti bele tabii. Ankara'da. İnaladı. Kodi, sama dar bogi kınım olmayacak ki zaten kazanan ne günüm akı. Şoda kadın kampir bamba ganna niye odak kırıyor. Kuda çan soruyorum, kuda gibi boşa fakat kuşu kurtan gibi katı güzel olur. Yoftu boyoftu fakat uzoy nek barama. Anam Nimruz dargoy Nilufaroy cihanın boğmadım ben cidden kursan. O yanda aynen bu nakşeva yoftu boyoftu fakat uzoy nek kursan di barama. Khudavandi Karim amine man istijam kunum. Sağ boş. Rahmat. Ne tabdir se tiyag gönderin. Yakta ki gira çiğ takolar.
رحمت عمرتان دراز شود میگویم و فقط در روز خرسندی بینیم دو دیده غمگسار دارد خواهر بوی وطن و دیار دارد خواهر چشمش پوری آب است و دیدار گسل صبح است که صد بهار دارد خواهر خواهران نازنین هیچ وقت مانده نباشند و خسته نباشند حاضر البته بابا جان عزیز را تکلیف کنیم بابا جان مهربان مرحمت بابا جان خاندان قابل بابا یک ناراحت کنیم هم از شما التماس میکنیم عذر میپرسیم و با این صحنه تکلیف میکنیم یک نیت کرده امروز یک شیرینی را آماده کردیم با نزد شمایان البته هم ما نیت کرده آن شیرینی را میبریم پس از آن امروز بعضم را دوام میدیم السلام علیکم قابل بابا امروز روزی خرسندی بوده است امروز روزی خرسندی همین خالجان عزیزی ما یک تا شعری زیاد است لایق بزرگ نوشته است در هر یک روزی خرسندی هم خیلی کهنسالان میخوانیم که هم جای حیات خوشبختانه را دم پیری و یک جای بینند گفته امروز از دام شما خانه ماینشمی خانه ما البته رخصالت خاله از دام قابل جانمک برای شما میگویم که اگر یابم جوانی ای دوباره تو را تنها تو را میخواهم و بس به هر قیمت به هر قسمت که باشد تو را هرگز نخواهم داد بر کس میگویند و سخنهای خود که دوام میکنه تا تبریک میکنیم کانتری با صد بدره حیوان می خیلی باوینی البته روزی گذشته نیست زادروزی بابا جان بوده است حاضر هر دویمان نیت میکنیم کارت‌ها تیار می‌نبره ها کارت‌ها تیار باشد پیششون ما نزدیکتر میرویم شهرزاد جان یعنی حاضر شمع‌های خاموش میکنیم نیت کردن مرحبا هر دویمان میدوریم هر دویمان مرحبا یک تا شمعش خاموش کنیم مبارک باشد مبارک باشد صادروز مبارک امروز روز خرسندی را از نام تمام فرزندان نه بیرها از نام مهمانان امروز شما را تبریک میگویم اکنون ابراهیم امروز صادق جشن ها میرقصیم خرسندی میکنیم صادروز مبارک باشد مرحبا
Dünyanın kasıp kadar dolu,
ما این بودن یک لحظه خرسندی خانواده امروز صاحب جشن ها آن لحظه های بسیار هم خرسندی را عشق شادی را تمامی آن لحظه ها را پیش شما کرده با ما باشد با شما پیشن ها در این روزهای خرسندی خوشبختی با شده عزت توفه ها در کانال شما مهمان میشه با ما باشد با شما پیشن ها زلفت خم خم زده قاشات قلم زده قاشات قلم زده عاشق خشرو شده روی دلم غم زده روی دلم غم زده زلفت خم خم زده قاشات قلم زده قاشات قلم زده عاشق خشرو شده روی دلم غم زده روی دلم غم زده قاشات قلم زده زلفت خم خم زده قاشات قلم زده زلفت خم خم زده
پاشا تقلا